الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از قسمت دیگر از برنامه‌های راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، بحثی را که در قسمت‌های گذشته هم در مورد آن صحبت کردیم پیرامون بحث تبرک، که تا حال ما در مورد تبرک مشروع، آنچه که در شریعت جایز هست صحبت می کنیم و از چه چیزهایی می توانیم طلب خیر بکنیم، از چه چیزهایی می توانیم که برکت و خیر را دریافت بکنیم. بله، بدون شک یک سری مسائلی هست و یک سری خوبی ها و خصوصیات در اشیا و در زمان ها و در مکان ها می باشد. ما در برنامه گذشته پیرامون بعضی از اموراتی که باعث برکت در زندگی انسان و در کاروبار انسان می شود صحبت کردیم. به عنوان مثال آنچه که ما در برنامه گذشته به آن اشاره کردیم، گفتیم که مثلا سحری خوردن در ماه مبارک رمضان باعث برکت هست، مثلا خوردن غذا به صورت دست جمعی باعث برکت هست، و همچنین بسم الله الرحمن الرحیم گفتن هم که یکی دیگه از اموراتی است که در واقع برای غذای انسان برکت را به وجود می آورد و برای طعام انسان برکت را به وجود می آورد می باشد. ما در حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد می فرمایند: فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم الله علیه یبارک لکم فیه. پیامبر علیه السلام می‌فرمایند، قسمت اول حدیث را در برنامه گذشته صحبت کردیم، ولی آنچه که در این بخش معلوم میشه این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند شما در وقت شروع طعام شما بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، یعنی نام خداوند جل جلاله را بیان بکنیم، نام الله تبارک و تعالی را به زبان بیاوریم و به نام الله غذا را شروع بکنیم. اینجاست که وقتی شما با نام الله سبحانه و تعالی غذا را شروع بکنیم، در غذای شما برکت می آید، در غذای شما برکت می آید و برکت و خیر به سراغ شما در این طعام و در این غذا می آید. این حدیث را امام ابی داوود در سنن خود روایت کردن، حدیث شماره 3764. و همچنین یکی دیگه از مطالب و مواردی که در واقع در غذا برکت را به وجود میارد این است که انسان طریق غذا خوردن و آداب غذا خوردن را به صورت صحیح بداند. غذا خوردن از خود آداب دارد، از خود طریقه های دارد، از خود اشکال دارد که حالا ما نمیخوایم در مورد آداب غذا خوردن به طریقه سنت، به طریقه که رسول الله صلی الله علیه و سلم غذا خوردن و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همچنان غذا خوردن و با آن پیامبر علیه السلام تشویق کردن، ما با آن نمیپردازیم. ولی آنچه که در اینجا مورد استناد ما هست و میخواهیم در موردش صحبت بکنیم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما ادب یاد میدهند که شما وقتی غذا میخورید از وسط غذا بر ندارید، از کناره غذا شروع بکنید به خوردن، چرا که در این برکت و خیر به سراغ شما میآید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی در سنن خود روایت کرده میفرمایند: البرکت تنزل وسط الطعام، برکت با وسط طعام نازل می شود و فرود می آید. بعد بناهن رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند شما از کناره غذا بخوریم، از کناره ظرفی که در او غذا هست یا به هر صورت هر چی که داخلش غذا هست از کنارهش شروع بکنیم، از وسط دست خود را نگذاریم وسط غذا. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند ولا تأکلوا من وسطه، از وسط غذا نخورید، از کناره غذا بخورید، از کناره همان ظرفی که در آن غذا هست استفاده بکنید و بخورید. این حدیث در سنن ترمذی آمده، حدیث شماره 1805. اینها در واقع مواردی هست که انسان میتونه خیر و برکت را حتی در غذا خوردن، در این غذای خود تبرک بجویه. یعنی چه؟ یعنی این که وقت غذا میخوره این موارد را مراعات کنه، در غذا خوردن او برکت میآید، خیر میآید، خیر در غذا خوردن و در طعام او به وجود میآید.
طبقی که ما احادیثی را در این مورد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردیم. یک سری خصوصیاتی در آداب و اخلاق انسان هست که دارای برکت هست. خصوصیات اخلاقی، خصوصیات پسندیده که یک مسلمان باید آن را داشته باشه، باعث فزونی خیر و برکت در زندگی انسان میشه. مثلا ما در باب معاملات، کسانی که اهل معامله هستند، اهل خرید و فروش هستند، اهل بیع هستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر این کسانی که معامله میکنند، دو نفری که با هم معامله میکنند، عیب همان کالا یا همان متاعی که آن را میفروشند آن را بگویند، پیامبر علیه السلام میفرمایند که بوریک لهما فی بیعهما، در این بیع آنها برکت انداخته میشه. مثلا این شیئی که شما میخواهید آن را بفروشید عیبی داره، در او عیبی وجود داره، حالا این عیب را اگر پوشیدیم این خود خیانت میشه، خیانت برای یک انسان میشه. ولی اگر این مشکل آن را و عیب آن را بیان کردیم و گفتیم که این شی و این چیزی که ما میخوایم برای تو بفروشیم این مشکل را داره، مشکلش را بیان میکنیم، حالا میخواد بخره، میخواد نخره، میخواد که آن را بگیره، میخواد آن را نگیره، میخواد آن را از شما در واقع خرید بکنه یا این که نکنه، ولی شما عیب او شیء را میگوییم برای او، در این برکت انداخته میشه، در این معامله شما برکت هست. و الا اگر پوشیدیم، فریبکاری کردیم و به شکل از اشکال سر آن نفر را شیره مالیدیم تا ای که اصلا نفهمه که این عیب داره، بعد از آن که خانه رفت، بعد از آن که حالا به مقر که داشت، دکان بود، خانه بود یا مکتب بود یا مدرسه بود، دانشگاه بود، هر جایی که بود رفت، بعد دوباره که بر میگرده میگه که این شیئی که تو به من دادی این مشکل داره، میگن نه از پیش خودت مشکل برداشته، مشکل نداشته. اینجا هم دروغ میگه و هم خیانتکاری کرده، حالا انتظار از این هم داره که این پولی که از این نفر گرفته در این پول و در این در واقع خیر و برکتی هم وجود داشته باشه. امکان نداره که در همچون پولی و در همچون سرمایه خیر و برکت وجود داشته باشه. بنابراین باید این سرمایه‌ای که از راه خیانت به دست آورده در مریضی ها و در مشکلات خود آن را مصرف کنه، چون در این خیری نیست، در این برکتی نیست. برکت را خودش از داخل این معامله و از داخل این خرید و فروش گرفته، کشیده خودش به دست خود، با دروغ، با نیرنگ، با فریب، با خیانت. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر اینها راست بگویند و آن مشکلی که در این شی و در این متاع وجود دارد و در این کالا وجود دارد آن را بیان بکند، خیر و برکت در این معامله به وجود می آید. ولی در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند و این کتما و کذبا محقت برکت بیعهما، اگر آنها عیبی که در این شی وجود داره پوشیدند، اگر دروغ گفتند، با دروغ و نیرنگ پیش رفتند، برکت از داخل این معامله برداشته میشه، نابود میشه، ضایع میشه، اصلا برکتی نداره در این خرید و فروش و در این بیعی که اینها انجام دادن. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم راه ورود برکت در معاملات را بر ما نشان دادن. ای برادر عزیز که تو خرید و فروش میکنی، دکاندار هستی، مغازه داری، این حدیث پیامبر علیه السلام را متوجه باش. اگر اینکه در معامله خود راست باشی، فریب نکنی، خیانت نکنی، خیر و برکت در اون معامله فرود میآید و خیر و برکت در زندگی تو میآید. و الا اگر فریب کردی و الا اگر خیانت کردی، بدون شک خیر و برکت از این معامله گرفته میشه. بعد از آن که خیر و برکت گرفته شد، پول تو هم حرام میشه، چون خیانت کردی، فریب دادی انسان را. این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 2079. و همچنان ما در باب معاملات بحث دیگری داریم در مورد قسم یا سوگند و قسمی که دروغ باشه، معامله را برکت از معامله برداشته میشه. حتی بعضی از علما میفرمایند اگرچه این قسم راست باشه،
اگرچه این قسم راست هم باشه، باز هم برکت رو از معامله بر می داره. چی نیازی به این داره که تو در این معامله خود قسم بخوری؟ اصلا نیازی در این مورد نیست که حالا قسم بخوری، حالا خلاص همین قیمت این شی هست، این مال من است، حالا میخوای بخر، میخوای از من بگیر، میخوای نگیر. این که قسم بخوری که به خدا قسم یا قسم های مشروع بخوری برای اینکه این چیز حالا به هر صورت به همین قیمت خریدم یا ای که به همین قیمت بالا ایمت تمام شده، خب نیازی نداره که قسم بخوری. برادر عزیزم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قسم الحلف منفقة للسلعه منفقة للسلعه ممحقة للبرکه. پیامبر علیه السلام میفرمایند که قسم و سوگندی که شخص بخوره برای این که مال خود را به فروش برسانه، قسم میخوره که این گونه هست، این گونه هست، تا ای که حالا گرمی بازار بکنه، بازار گرمی میکنه، قسم میخوره تا ای که بازار گرمی بشه. پیامبر علیه السلام میفرمایند این قسم ممحقة للبرکه، برکت را نابود میکنه، برکت را از بین میبره. این گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که این قسم در معامله برکت را از معامله از بین میبره. پس بناهن برادر گرامی، پس بناهن برادر عزیزم، راههای برکت و خیر برایت نشان داده شد، راههای برکت و خیر را بگیر و آنچه که برکت را بر میداره که نمیتوانی تبرک بجویی، آن را از خود دور بکن، آن را از خود دور بکن، چون در شأن یک مسلمان نیست که همچون اعمال را انجام بدهد. این حدیث هم در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 2087. اما یک سری تبرکه های دیگری هست که در زمانها و مکانها، مربوط زمانها و مکان هاست. یک سری زمانها هست که انسان میتواند برای خود طلب خیر بکنه و یک سری مکانها هست که انسان میتواند توسط آن مکانها برای خود طلب خیر و برکت و مغفرت بکنه، که انشاءالله بعد از میان برنامه این بحث را به خدمت بینندگان عزیز شروع خواهیم کرد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب بدور از خرافات. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، بحث ما در مورد تبرک هست. بله، تبرک هایی که انسان میتواند در مکانها بکنه یا به تعبیری طلب خیر از بعضی از مکانها بکنه. مکانهای وجود داره در روی کره زمین که انسان واقعا میتواند از آنها طلب خیر بکنه، طلب برکت بکنه. ما در شریعت اسلام این نوع تبرک را یعنی نمیتوانیم رد بکنیم، بلکه شریعت اسلام آن را تایید کرده، تبرکی که مشروع هست. یکی از این انواع تبرک ها همین تبرک است که در بعضی از اماکن مقدسه و اماکنی که شرع آنها را مقدس گفته. این نکته را متوجه باشیم، شرع و دین آنها را مقدس گفته، مردم آنها را مقدس نگفتن. ما یک سری مکانهای امروز در روی زمین داریم که مردم آنها را مبارک قرار دادن، مردم آنها را مقدس قرار دادن، ولی در حقیقت مقدس نیست، مقدس نیست. خیلی از مکانهای امروز وجود داره، مردم آنها را مقدس میگویند، با آنها تبرک میجویند، فکر میکنن که اینجا برویم برکت و خیر بر ما فرود میآید، در حالی که نه این که برکت و خیر به سراغ آنها نمیآید، بلکه برکت و خیر را از آنها میگیره. اما بعضی از اماکن هست که دارای برکت هست. مثلا ما 3 مسجد داریم به نام مسجد الحرام، مسجد نبوی و مسجد الاقصی. اینها اماکن است که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی تشویق کردن به سوی سفر کردن به اینها، چون جاهای پربرکت است، جاهایی است که دارای برکت و خیر می باشد، جاهایی است که نزول رحمت الله سبحانه و تعالی است. اگرچه بالعموم مساجد از این قاعده مستثنا نیستند، جای برکت و خیر هستند، ولی
به خصوص این مساجد که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوصا این مساجد را برای سفر کردن بیان کردند. در حدیثی که حضرت امام بخاری رحمه الله روایت می کند، پیامبر علیه السلام می فرمایند لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و سلم و مسجد الاقصی. صحیح بخاری حدیث شماره 1189. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که رخت سفر بربسته نشود به قصد عبادت، به قصد تبرک، الا الى ثلاثه مساجد، مگر برای سه مسجد: مسجد الحرام واقع در مکه مکرمه، مسجد نبوی واقع در مدینه منوره و مسجد الاقصی. مسجد الاقصی که این در بیت المقدس هست. این دارای جایگاه خاصی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. این اماکن مقدسه و اماکن مبارک می باشد که ما بحث خود را شروع می کنیم اول در مورد مسجد الحرام که در مکه مکرمه هست و در آن کعبه شریفه قرار دارد و قبله اول مسلمین هست. خود کعبه شریفه در ذات خود و مسجد الحرام دارای جایگاه خاصی هست و در آیات قرآن عظیم الشأن از آن تعریف شده، تمجید شده. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مسجد مبارک تعریف و تمجید شده و قبله مسلمین مسجد الحرام هست. مسلمان ها در نمازهای خود به طرف کعبه معظمه و به طرف مسجد الحرام رو می کنند، چون دارای جایگاه خاصی است که الله سبحانه و تعالی به این مسجد مبارک داده. نماز خواندن در این مسجد مبارک دارای جایگاه خاصی هست که در واقع یکی از خیرها و برکتهایی است که انسان میتواند آن را به دست بیاورد. انسان در مسجد حرام میتواند توسط نماز خواندن برکت و خیر را بر خودش فرود بیاورد و برکت و خیر الله سبحانه و تعالی که از جانب الله هست بر این انسان لازم بشه و فرود بیایه. ما مثلا در احادیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد نماز خواندن در مسجد الحرام چی زیبا میفرمایند و صلات فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلات فیما سواه. میفرمایند که نماز خواندن در مسجد الحرام، دقیق شنوندگان گرامی و بینندگان عزیز متوجه باشند، پیامبر علیه السلام میفرمایند یک نماز در مسجد الحرام برابر است، ثوابش، پاداشش برابر است با 100,000 نمازی که در بقیه جاها خوانده باشه. سبحان الله، این چی جایگاه و برتری والایی دارد که اصلا قابل وصف نیست. انسان نمیتواند با زبان خود تکرار بکند. 100,000 نماز مصادف است با 100,000 نمازی که در دیگه جا بخوانیم. یک رکعت نماز در مسجد الحرام مصادف با 100,000 رکعت نمازی که در بقیه جاها و در بقیه موارد خوانده بشه. این جایگاه مسجد الحرام است در نماز خواندن. مسجد الحرام جایی است که در اونجا طواف میشه در دور خانه خدا و هیچ جای دیگر طواف غیر از آنجا جایز نیست و جواز ندارد برای امت اسلام. امت اسلام دور خانه خدا در مسجد الحرام میگردند، در دور خانه خدا طواف میکنند و همچنین در مسجد الحرام حجر الاسود هست کنار خانه کعبه، آن را میبوسند. لمس کردن حجر الاسود طوری که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده و پیامبر علیه السلام این سنگ مبارک را بوسیدند. حضرت عمر رضی الله عنه روزی در کنار حجر الاسود ایستاد شد و حجر الاسود را بوسید و خطاب به او کرد، گفت ای سنگ سیاه، من میدانم که تو هیچی نیستی، میدانم که از تو نفع و ضرر برای ما نمیرسد، ولی چون رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که تو را بوسیدن، منم تو را میبوسم. چون پیامبر علیه السلام این سنگ را بوسیدن. در مسجد الحرام این سنگ وجود داره. مقام حضرت ابراهیم وجود داره که در آنجا نماز خوانده میشه.
آب زمزم وجود داره که در اونجا از آب زمزم استفاده میکنیم که ما در برنامه‌های گذشته در مورد خوبی‌ها و برکات آب زمزم صحبت کردیم. اما اینها مسائلی است که مشروع هست، اما مسائل نامشروع متاسفانه در این موارد وجود داره. مثلا اینکه بعضی ها رکن یمانی را هم میبوسند. لمس کردن رکن یمانی سنت هست. رکن یمانی لمس کردنش جایز هست و سنت است. اما بعضی ها رکن یمانی را میبوسند، مثل که حجر الاسود را میبوسند. دیوارهای کعبه را دست میکشند و میبوسند، جایز نیست، بدعت هست. یا پرده خانه کعبه یا پوش خانه کعبه را میبوسند و این هم جایز نیست. یا دست میمالند، این جایز نیست. یا اینکه مقام حضرت ابراهیم علیه السلام را میبوسند، لمس میکنند، خودشان را به مقام ابراهیم میچسبانند، این جایز نیست. دیوارهای مسجد الحرام را دست کشیدن و بوس کردن جایز نیست. همه اینها بدعت هست. ولی آنچه که مشروع هست، نماز خواندن مشروع هست، طواف کردن مشروع هست، بلکه طواف کردن مخصوص اینجا هست، مسجد الحرام، و غیر از اینجا به جای دیگر جایز نیست، هر جایی که باشه، که ما انشاءالله مفصل در این مورد در برنامه‌های آینده صحبت خواهیم کرد اگر پروردگار متعال برای ما توفیق بده و عمر باقی باشه. بوسیدن حجر الاسود، نماز خواندن در مقام ابراهیم، نوشیدن از آب زمزم، اینها جایز هست. اما اینکه هر دیواری را دیدیم و ببوسیم، هر جایی را دست بکشیم و با آن خود را تبرک بکنیم، تسبیح ها را بکشیم به دیوار کعبه، به هر صورت لباس های خود را بکشیم به دیوار کعبه و بگیم که تبرک شده، نه، اینها جایز نیست و اینها بدعت هست. اینها بر اساس وهم و گمان هست. در شریعت اسلام همچون چیزی وارد نیست و همچون چیزی ثابت نیست، نه از سنت پیامبر علیه السلام، نه از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و نه هم از ائمه اربعه رضی الله عنهم و رحمهم الله. پس بنان آنچه که مشروع هست مشروع هست و آنچه که ممنوع هست باید آن را ممنوع دانست. آنچه که مشروع هست بیان شد به خدمت شما بینندگان عزیز، ولی آنچه که نامشروع هست همچنان به خدمت بینندگان عزیز بیان گردید که ان شاء الله از اینها دوری بکنند. به هر صورت یکی از مکانهایی که در واقع انسان میتواند خیر و برکت را برای خودش جلب بکند مسجد الحرام هست که در موردش صحبت شد. اما دو مسجد دیگر، مسجد نبوی و مسجد الاقصی، ان شاء الله در مورد برکات و فضائل و خوبی های این مساجد هم در برنامه آینده به خدمت بینندگان عزیز مطالبی بیان خواهد گردید. حالا چون وقت برنامه ما به اتمام رسیده، در این قسمت از برنامه همه شما را به الله تعالی میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.